سوروایول اما داخل ماینکرافت بدراک. خوش اومدید به این ویدیو. من امیر محمدم از کانال امیرایکس خان. تو این ویدیو قراره به سوروایول بازی کنیم اما داخل ماینکرافت بدراک. امیدوارم از این ویدیو خوشتون بیاد. منو دنبال کنین، کانال من سابسکرایب کنین. بزن بریم. اسمش هم میذارم سوروایول داخل موبایل. اوکی، دیفیکالتی هم بذارین رو هارد و قشنگ اشغال. به خوبی ماینکرافت بدراک این که اصلا نه لگ داره نه باگ داره، اینقدر سریع همه چیز میاد که نگی. اوکی بالاخره اومد. اول بریم یه سری چوب بکنیم بیام. اوکی چوبم تموم شد، من برم سنگم بکنم بیام. قبلش تپه اینجاست. اوکی از تپه سنگو میکنیم. یک کرافتین هم من درست کنم. سنگ نیست اینجا، من یکی دوتا میخوام بردارم. ببینید آینش. اوکی اینم از سنگ من اینجا بکنم، یک کرافتین بسازم. نها کن بهترین حالت کرافت کردن اول بازی اینه. تو نها کن من اول یه دونه کرافتین میخوام، 16 تا از این نیا میخوام، 4 تا هم باید تنه درخت داشته باشم اضافه که به دردم بخوره. الان من اینجا 3 تا دارم، این اشتباهه. یه کلنگ رو درست میکنم میرم واسه سنگ کردن. اوکی سنگا رو کندم به اندازه هست که بتونم وسایلم رو بسازم. از اونجایی که ماینکرافت بدراک مثل ماینکرافت جاوا نیست، طبیعتا ما جای یه تبر یه شمشیر لازم داریم. پس اول از همه من باید یه شمشیر میساختم. بعدش کیه که به تبر نیازی نداشته باشه، بنابراین یه تبر هم نیاز داریم قطعا. تبر هم که ساختیم، کلنگ سنگی، یه کلنگ چوبی داشتم ولی کلنگ سنگی من میخوام. کلنگ چوبی رو هم دور نندازید که بعداً به درد میخوره. بیلم میسازم. حالا که ساختم کرافتینمو برمیدارم بریم واسه ماجراجویی. انرژی میخواد، انرژی هم غذا میخواد. منم که اصلا غذا ندارم، بس باید برم غذا جمع کنم برگردم. غذا هم برای اینکه پخته شه قطعا فرنیس میخواد. منم یه دوتا ساختم. اولین دشت اونم مرغ، اونم چه مرغی جام. اوکی غذاشم جمع کردم، یه دوتا دیگه مرغ و گاو بکشم بستم. غذاهارم باید بپزم، الان تنبلیم میشه بپزمشون. برم یه جا پیدا کنم که بشه یه کاری کرد. دور اطرافی که گشتم هیچی نبود. حالا باید بریم تو دریا. شانس به ما رو کرده. خدا کنه این نقشه داخلش باشه که نونمون تو روغن باشه. البته اینا درد سرم زیاد دارم، من باید برید توش نگاه کنی ببینید چجوریه. اصلا راهی واسه تنفس هست اینجا هم که معلومه کلی باید بکنیش تا برسی به گنج. من برم یک کنده کاری کنم تو آب ببینید چی میشه. خب اوکی بعد 100 سال پیداش کردم. چیزای چرتی هم داری، یه نقشه داخلش نبود. منم الان خفه میشم خدایا. خب زغالاش به درد میخوره، گلداشم که نه. شاید یه گنج دیگه داشته باشه که اون داخلش نقشه داشته باشه، چون یه اتاقک هم اون ورش بود. کرافتین بکنم من اون ورش هم هست. آره این ورم داره. باز کندکاری کوچولو من برم برگردم.
نقش و گنج که نداشت، ولی این بلاک خوشگلا رو اینجا داره، دوتاشو بکنیم بد نیست. آیران هم بکنیم، به در میخوره یکی نباشه که یکی. نه ارزششو نداره، هیچی هم نداشت. زامبی هم اینجا زیاد شدن، نمیشه کار کرد. وای یا خدا، این گیم شانس بردم نمردم. قایقو بذارم برم تو دریا دیگه همه چی حل. شانس بردم نمردم، این زیرم بود. چی ندارم بخورم، همش هم اینا خامه. مطمئنا اینو اگه لوت کنم چیز خوبی بهم میده. خطرناکم مثلا اینجوری برم. وای اصلا ارزششو نداره برگردم، اصلا ارزششو نداره. آقا برو دیگه، وایسا داری یه چیزی میخوام داخلش نفس بکشم نمیشه، سطل آبم ندارم. این خوبه، دنبال همینم شانس بیارم این چیز خوبی داخلش باشه. نور پورتالی یه چیز باشه حداقل بشه باشه کاری کرد. در اسپیدران درست داخل ماینکرافت بدراک یکی از سخت‌ترین کارهاییه که میشه انجام داد. شما هم اگه مثل من بد شانسی آوردید اون زیر برای من بنویسید. مرسی که تا آخرش با هم موندی. فعلا.